بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران عزیز، خواهران محترم، یک تعداد دوستا علاقمند ازی بودن که درسای توحید بخوانن، عقیده را بخوانن، و یک تعداد دوستای دیگه علاقمند ازی هستن که درس تفسیر بخوانن، تفسیر قرآن شوه، و یک تعداد دوستای دیگه علاقمند ازی هستن که موضوعات مختلف درس داده شود تا که موضوعاتی که مهم است از او استفاده شود. اگر یک کار بکنیم که هر سه زیر جمع شود، تفسیر، جمع عقیده، جمع موضوعات. مثلا از این کار میکردم، تفسیر اعتقادی هست، به شکل موضوعات اعتقادی تقسیم بندی میشه و اونجا باز شما مجبور هستین که هر کدامتان پیشتان یک جلد قرآن عظیم الشان داشته باشه. هر کس پیشش باید باز قرآن شریف باشه. امروز خود درس مقدماتی هست. وقتی که شروع میکنیم در داخل درس، هر کس قرآن شریف پیشش می باشه و اما موضوعاتی که اعتقادی هستن و در تفسیر من هر کدام از اونا رو ما و شما خوانده میریم. در ختم درس انشاءالله ما و شما ببینیم که ما قرآن عظیم الشان در ظرف 2 ماه ختم کردیم. حداقل 3 ماه باید ختم کنیم تفسیر. هم تفسیر ختم میکنیم و هم عقیده را ختم میکنیم و هم موضوعات مهمی که مربوط به عقیده و قرآن و تفسیر میشه. یکی از امیدهای زندگی معمی بود. زمانی که در زندان بودم سر از این تفسیر فکر میکردم که تفسیر نشته بکنم و تکمیل بکنم، ولی متاسفانه او وقت در زندان فرصت نوشتن نداشتیم، قلم نمیدادن و کتابچه و کاغذ هم نبود، کامپیوتر هم اجازه نبود، موبایل هم اجازه نبود. از این خاطر بعد از این که خلاص شدم یک مقدار سرش کار کردم. این درسی که ما بر شما میتم سر از این 20 سال کار شده. سفر کردیم، تحصیل کردیم، تا والا دویدیم. 20 سال 30 سال کار کردیم. 30 سال بعد سر از یک کتاب نوشته میکنیم. خلاصه زحمات 30 ساله را میخوایم بر شما در 3 ماه درس بدیم. شما خوشبخت هستین نیستین؟ چیزی که ما 30 سال یاد گرفتیم شما در چقدر وقت یاد میگیرین؟ در 3 ماه یاد میگیرین. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه یکی از علمای بسیار بزرگ اسلام است. کتاب‌های ازی اگر بخوانین، شناخت قرآن و شناخت دین، قرآن شناسی و دین شناسی در کتاب‌های ازی بسیار عالی هست. هر کس دین نمیشناسه، هر کس موحد حقیقی شده نمیتونه، هر کس مسلمان حقیقی شده نمیتونه. هر کس میگه من مسلمان هستم، لکن مسلمان حقیقی شدن بسیار مشکل است. یک وقت سر شرک در زندان بسیار خوب فرصت است برای زمین مسائلی که آدم فکر بکنه. وقت فکر میکردیم در داخل زندان، یک روز حساب کردیم 70 قسم تنها شرک است. یعنی 70 قسم کرونا است. ما از یک کروناگاه چقدر میترسیم؟ 70 قسم کرونا هست که مردم مبتلا میشن و نمیفهمن. غیر مستقیم در شرک داخل است و خودش قرار بیغم گشته میره و چی میشه. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله یکی از علمای بزرگ است و قرآن شناس بسیار قوی هست.
در جمله علمای احناف یکی از علمای بسیار بزرگ علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله هست که عقیده طحاویه را شرح کرده. در بین علما بعد از صحابه و تابعین و تبع تابعین این دو عالم بزرگترین علمای عقیده شناس و قرآن شناس هستند. سخنهای از اینا، هر سخن از اینا به اندازه که ارزش داره که انسان باید هر سخن از اینا را به هزارها دلار بخره و پیدا کنه و درک بکنه. این علما، یکی از این علما چی میگه؟ بسیار جالب اینا درباره قرآن بحث میکنن. اینا میگن که القرآن الکریم كله فی التوحید. میگه این قرآن عظیم شان که نازل شده بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام از این قرآن درباره توحید است، از اول تا به آخر. اینالی قرآن که درباره توحید است، اول باید کل ما شما رو یاد بگیریم اگر میخوایم درس بخونیم. از این میجا درس ما شروع میشه و در درس خواهش می است که هر کس باید دست خدا بالا کنه و اینجا بیاید در جای ما بشینه و درس بگویه. من درس هم سخت نمیگم که شما یاد نگیرید. درس به سویه صنف 4 و 5 مکتب میگم. ولی امیدوار هستم این کسایی که از صنف 4 و 5 بالاتر هستن و دیگه باید همه تو عاجل یاد بگیرن. القرآن كله فی التوحید. این نوشته کنین، قرآن تمامش درباره توحید است. تمام قرآن درباره چی است؟ توحید است. ونمود تختر اگر همینجا نزدیک بکنین بهش، همه از اون تخته استفاده بکنیم با شما آسان تر بتانین. بسم الله الرحمن الرحیم. القرآن كله فی التوحید. چی مانا؟ تمام قرآن درباره چی است؟ درباره توحید است. اینال اینجا چرا کل قرآن درباره توحید است؟ اولش به خاطر ازی درباره توحید است که بسیاری از آیات قرآن اقسام توحید بیان میکنه. اقسام توحید. كثير من الآيات القرآنية تشرح اقسام التوحید. بسیاری از آیات قرآن چی را تشریح میکنه؟ اقسام توحید. و اقسام توحید ما شما میفهمیم که توحید الربوبیه، توحید الربوبیت والالوهیت والاسماء والصفات. توحید الربوبیت و توحید الالوهیت و توحید الاسماء والصفات. یعنی قرآن کلش درباره توحید است. چرا درباره توحید است؟ به خاطر که بسیاری از آیات قرآن اقسام توحید بیان میکنند و اقسام توحید عبارت از توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات است. دو، بسیاری از آیات قرآن عظیمشان، بسیاری از آیات قرآن عظیمشان چی را بر ما تشریح میکنند؟ بسیاری از آیات قرآن بر ما حقوق توحید بیان میکنند. حقوق توحید بیان میکنند. حقوق توحید چی هست؟ حق توحید چی هست؟ اطاعت اوامر الله والاجتناب عن النواهی. فارسی هم براتون میگم، پشتو هم براتون میگم، عربی هم براتون میگم تا کلگی استفاده کرده بتونه. اگر کس اردو میخواست اردو هم برشان میگم. القرآن كله فی التوحید.
تمامی قرآن درباره چی هست؟ توحید است. در قرآن طول آیاتونه در توحید مبارکه ده. قرآن کی سب آیاته توحید کے بارے میں ہیں. All verses of Quran in توحید. چرا؟ بخاطر ازی که میگه لماذا كل القرآن في التوحید؟ لأن الآيات القرآنية تبين أقسام التوحيد أي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. چرا کل قرآن درباره توحید است؟ به خاطر از اینکه بسیاری آیات قرآن اقسام توحید بیان میکنه و اقسام توحید سه قسم است که توحید ربوبیت است، الوهیت است و اسماء و صفات است. ولی طول قرآن په توحید کې ده د دې لپاره چې ډیر آیاتونه د قرآن د توحید اقسام بیانوي. د توحید اقسام څه دي؟ توحید ربوبیت، الوهیت او د اسماء و صفات و توحید دا د توحید اقسام دی. دو، بسیاری از آیات قرآن چی را بیان میکنه؟ حقوق توحید را بیان میکنه. کثیر من الآیات القرآنیه تبین او تشرح حقوق التوحید. و ما هي حقوق التوحید؟ حقوق التوحید اطاعت اوامر الله سبحانه و تعالی والاجتناب عن النواهی. بسیاری از آیات قرآن حقوق توحید بیان میکنه. این حقوق توحید چی است؟ عبارت از آیات قرآن است که اوامر الله را بیان میکنه که از این اوامر باید اطاعت شود. اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این کل آیات قرآن که است اوامر الله را بیان میکنه. و باقی مانده آیات قرآن چی هست؟ اجتناب از نواهی هست. نواهی چی هست؟ چیزایی که منع هست. کدام چیزا منع هست؟ منع هست الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. انما الخمر شراب، با تمام اقسامش حال فعلا 70 قسم شراب است. ویسکی هست و براندی هست و 96 هست و مثلا بنگ چطورکایی هست و مثلا 2% است و اینی آب چطورکایی است. اینیا کلش همین نیم فیصد هم که شراب داشت نشاور بود این شراب است. الله میگه این رجس است، از عمل شیطان است. میسر قمار اگر به شکل کامپیوتری باشه لدوگکی باشه تا لدو باشه، متوجه هستی؟ به شکل لدو باشه یا به شکل قطعه ها باشه یا به شکل 4-6 نازنین باشه که قسمی اندازه 2-6 نازنین میگن چی میگن از این باشه. این کل انواع قمار که هست میسر این حرام است. اگر در کامپیوتر هم قمار بزنی الله گفته که از عمل شیطان است. من عمل شیطان فاجتنبوه. آیات قرآنی را تشریح میکنه. حرم علیکم المیتة و لحم الخنزیر. اینا کل چی هستن؟ نواهی الله است. این چی است؟ حقوق توحید است. تو وقتی که میگی من موحد هستم، حق توحید است که زنا را ترک کنی، حق توحید است که شراب را ترک کنی، حق توحید است که تو باید قمار بازی نکنی ولا دو بازی نکنی. متوجه هستی؟ سومی از موضوعاتی که قرآن عظیم شان بیان. دوم موضوع عظیم شان قرآن د توحید حقوق بیانه. د توحید حقونه څه دي؟ اطاعت و اوامر الله ده. د الله د اوامرونه اطاعت کول ده د توحید حق ده. د توحید حق څه ده؟ چې د الله د اوامرونه اطاعت وکړي. اقیموا الصلاة، مونځ وکړئ. و آتوا الزکاة، زکات ورکړئ. ورکعوا مع الراکعین، جماعت الله سره جماعت کوونکو سره مونځ وکړئ. په کور کې یوازې مونځ مه کوئ. پوه شوئ که نه؟ او والاجتناب عن النواهی، د نواهی نه هغه شیانو چې الله سبحانه و تعالی درته نهی کړی چې دا کار نه مه کوه، له دې نه باید ته ځان وساتي. دا د توحید څه شی ده؟ حق ده. ته چې وایې زه موحد یم، نو موحد انسان باید د توحید حقوق ادا کړي. هغه شی چې الله ورته امر کوي هغه به کوي، او هغه شی چې الله نهی کوي له دې نه به ځان ساتي. دریم،
دير آياتنا دي قرآن بسياري آيات كثير من الآيات القرآنية تشرح أو تبين لوازم التوحيد. لوازم التوحيد. ما هي لوازم التوحيد يا جماعة الخير؟ لوازم التوحيد ما هي؟ لوازم التوحيد هي الولاء والبراء. الولاء والبراء. ما دمت أنت مؤمن يجب عليك أن تتولى أحباء الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تكره أعداء الله من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم. سومی آیات قرآنی که کلش در توحید است لوازم توحید تشریح میکنن. یا آیات قرآنی لوازم توحید تشریح میکنن. لوازم توحید چی است؟ دوستی با دوستای الله هست و دشمنی با دشمنای الله هست. لوازم توحید چی هست؟ دوستی، یعنی وقتی که تو موحد هستی بالای تو لازم است، واجب است، فرض است که با کی دوستی داشته باشی؟ با دوستای الله دوستی داشته باشی و با دشمنای الله دشمنی داشته باشی. اینا در عقیده الولاء و البراء میگه. این از لوازم توحید است. یک نفر میگه من موحد هستم لکن این وجودش نباشه، این موحد حقیقی نیست. پس قرآن عظیم الشان کله فی التوحید اقسام توحید بیان میکنه. ایناله هر کدام شما را که پرسان کردم، مثلا من شاگرد هستم، برش میگم شما بین اینجا تشریح کنین، شما میگین که علمای اسلام مثل علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه، مثل علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه، این بزرگوارای اسلام که بزرگای ما هستن بر کلشان احترام داریم و از ما که اونا قرآن خوبتر میفهمید، فهمشان مثل فهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، فهم صحابه و تابعین و تبع تابعین است. ما از اینا درس میگیریم. اونا چی میگن؟ اونا بر ما میگن که قرآن عظیمشان کلش درباره توحید است. کل قرآن درباره توحید است. قرآن از کدام موضوعات بحث میکنن؟ میگه اول از اقسام توحید بحث میکنن که توحید ربوبیت و الوهیت اسماء و صفات است، و بعض از حقوق توحید بحث میکنن که حقوق توحید چیست؟ اطاعت از اوامر الله هست و اجتناب نواهی الله هست. و از لوازم توحید بحث میکنه که ولا و برا هست که دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله هست. سخت است؟ کی میتونه برای ما به اینجا بگه؟ یه قسمی یکن دستکتانه یا مرد و رسای میتونه بالا کنه یا بخیه هم تو خواه کنین بکلیتان. بین شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم. صداش می؟ در مورد قرآن عظیمشان علمای بزرگ صدر اسلام مثل علامه ابن قیم رحمه الله برای ما بیان میکنه که قرآن عظیمشان تمامش در مورد توحید الله سبحانه و تعالی بحث میکنه که بعض آیات ها و اکثریت آیات های قرآن عظیمشان که از در مورد اقسام توحید صحبت میکنه. اقسام توحید بیان میکنه که اقسام توحید: توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات است. و اکثریت دیگر آیات های قرآن عظیمشان در مورد حقوق توحید بحث میکنه که حقوق توحید هم اطاعت از اوامر الله سبحانه و تعالی است و دیگر اجتناب از نواهی. و سوم اکثریت قرآن عظیمشان از لوازم توحید یا چیزایی که سر ما فرض است در توحید که ولا و برا است، دوستی با دوستای الله سبحانه و تعالی و دشمنی هم با دشمنان الله. دیگه ماشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس امروز ما مقدمتا ما در رابطه با اهمیت علم توحید جناب استاد بعضی موضوعات تشریح کردن و اشاره به این بود که نظر دو دانشمند مطرح جهان اسلام که بعد از صحابه کرام گفتیم دومین شخصیتایی هستند که راجع به علم عقیده بحث‌های بسیار کلیدی را دارند که از جمله امام ابن القیم جوزی رحمت الله علیه است که بزرگوار بیان میکنه القرآن کله فی التوحید، یعنی قرآن کریم تمام موارد و موضوعاتی را که بحث میکنه راجع به توحید الله سبحانه و تعالی است. و البته وقتی که این قاعده را با اصطلاح این عالم بزرگوار بیان میکنه در استناد به او سه دلیل پیشنهاد میکنه. دلیل اول میگه اکثریت آیات قرآن کریم راجع به اقسام توحید هستند، یعنی اقسام توحید با ما تشریح و تبیین میکنن که ما
در درس‌های عقیده خواندیم که توحید به 3 قسم است: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات الله متعال است. این که توحید ربوبیت چیست، الوهیت چیست، اسما و صفات چیست، ان شاء الله درس‌های بعدی است. و بحث دومی که میگه بعضی از آیات قرآن کریم هستند راجع به حقوق توحید هستند، یعنی حقوق توحید و ما تشریح و تبیین میکنن. حقوق توحید چیست؟ اطاعت از اوامر الله متعال است که مثلا استاد اشاره کردن که الله متعال به ما گفته اقیم الصلاه و آتوا الزکات. این اوامری است که الله متعال به ما دستور داده که باید یا را اجرا بکنیم. و همچنین نهی و یا نکردن اعمالی است که الله متعال ما را به اون مأمور ساخته که کارها را انجام ندهیم، مثلا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. و بحث سوم بیان آیات قرآن کریم در رابطه با لوازم توحید است که بحث لوازم توحید هم الولا و البراست که یعنی دوستی با دوستان الله متعال. یعنی ما وقتی معاهد کامل میشیم که دوستی ما با کسانی باشه که در حقیقت مطابقت با شریعت الله متعال باشه. دوستای الله هستند، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله، کلشان دوستای الله. بله، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. و دشمنی با دشمنای الله متعال هستند که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یهود و نصارا و جزاک الله خیر. ما در آخر یه چیز امتحان میگیریم و در امتحان شاید نامه هم توضیح بکنیم. اول نمره و دوم نمره و سوم نمره هم داریم در درس‌های خود. دوستان ما در درس‌های خود دار میگردن. کار سلام می‌قسم کردیم و شاید بعضی دوستایی که تجارت اونا رو تشویق میکنیم اگر جوایز برای ما بیان ان شاء الله جوایز هم در این درس‌های خود خواهد داشتیم به خاطر تشویق دوستان. لکن اول نمره صرف کی هست؟ اول نمره صرف اینمی کسایی که سر تخته روزانه میخونن. 50% نمره از اینمی است. 50% دیگه باز در دیگه چیزایش هست. 50% از چی است؟ کسایی که عملا تصویرایشان اینجا باز من چک میکنم که این نفر 20 دفعه در سر تخته خیسته و این نفر دیگه هیچ چهرهش دیده نمیشه. حق کی است که اول نمره شود؟ کسی که اینجا سر تخته میخیزه و درس تشریح میکنه. چرا کسی که خیز و درس تشریح کرده سر تخته این در آینده یک داعی دعوتگر بسیار خوب. استاد داعی اگر فعال کرد باز میشه مثلا دیگر داعی ها باشن که احمد داعی و محمود داعی و جمشید داعی و عبدالرحمن داعی و بینی شد. و اگر در سر تخته نخیزه بازو دعوتگر شده نمیتونه. چرا؟ دعوت یکی از اساسات شمی است که انسان باید جرأت داشته باشه و در مقابل دیگران بسیار خوب بخیزه و صحبت کنه. یک نفر رقاص از رقص نمیشرمه. یا بسیاری مردم ها در روی سرکات سیگرت میکشن نمیشرمه. نسواری در روی سرک دادان خود مردانی را کپا میکنن نمیشرمه. ما تو از گفتن قال الله و قال رسول میشرمیم. باز اینجا ما شما در دنیا هم اول نمره نمیشیم، در آخرت هم اول نمره نمیشیم. در حالی که درس بسیار ساده و آسان است. کی یاد گرفت دیگه برای ما بگن؟ ماشاءالله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما اول که جناب استاد تشریح کردن درباره اهمیت توحید بود که از جمله امام ابن قیم جوزی رحمت الله علیه و سایر بزرگان دین که قرآن را از ما بیشتر میدانستند که بیان میکنن القرآن کله فی التوحید، یعنی قرآن کریم تمامش از توحید بحث میکنه. اول که بسیاری آیاتی که قرآن کریم به ما بیان کرده اقسام توحید است که باز ما توحید به 3 قسم تقسیم میکنیم که توحید ربوبیت است، توحید الوهیت است و توحید اسما و صفات است. دوم که از حقوق توحید است. حقوق توحید به این معنی که اطاعت اوامر الله و اجتناب عن النواهی، یعنی که چیزایی را که خداوند جل جلاله به ما امر کرده و را انجام بدیم و از چیزایی که ما را منع کرده و را انجام ندهیم. و سومش که از لوازم توحید است. لوازم توحید به این معنی که الولا و البرا. ولا به این معنی که دوستی کنیم با دوستان الله، با نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین، و البرا و دشمنی کردن با دشمنان الله که همون یهود و نصارا می باشه. یک نفر به پختو خودش بخیزه کسی به پختو بایی رادیس. السلام علیکم و رحمت الله. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمین حضار، دیمو نننی درس په ارتباط د توحید کې دی. الله متعال په قرآن عظیم شان کې په رابطه د توحید کې متعدد آیاتونه بیان کړي. په هغه باره کې علامه ابن قیم جوزی و
عبدالعزیز حنیفی رحمت الله علیه دوی د توحید په باره کې چې د مقدمینو علماو څخه دي دوی هغه توحید په څو بخش تقسیم کړی دي چې الله متعال قرآن کې دغه توحید القرآن كله في التوحید یعنی قرآن ټول توحید څخه بحث کوي او دغه توحید موږ او علمای سلف په څو بخش تقسیم کړي دي چې اقسام توحید ده حقوق توحید دی او لوازم توحید دی اقسام توحید بیا په درې بخشو څخه تقسیمیږي چې توحید ربوبیت دی توحید الوهیت دی او توحید اسماء و صفات دی دوهم ډیر کثیر آیتونه دي قرآن عظیم شان په ارتباط د حقوق توحید کې بحث کی چې دا حقوق توحید یعنی اطاعت اوامر الله چې اطاعت دی الله له اوامر وکړو څنګه چې الله وایي واقیموا الصلاه واتوا الزکات تاسې مونځ وکئ او زکات ورکئ یا بل آیت کې وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول تاسې اطاعت د الله او رسول وکئ فقط فاز فوزا عظیما تاسې کامیابیږئ په ستر کامیابي سره او بل ډیر زیات آیتونه دی قرآن عظیم شان په ارتباط دی لوازم د توحید بحث کوي چې هغه لوازم د توحید دا دی چې الولا والبراء الولا دا چې کوم دوستان دی الله چې هغه دی الله دوستان دی یا الله ته منظور دی دغه سره دوستی وکړو او د الله دشمنانو سره دښمنی وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که تمام قرآن کریم که هست درباره توحید است و قرآن کریم دو دانشمند بزرگی که اولش علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله و علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله که هستن یا بسیار نظریه های مختصری که دارن در توحید و قرآن کریم بسیار از آیاتش که هست اولش در اقسام توحید است که اقسام توحید اولش ربوبیت و دومش الوهیت و سومش اسماء و صفات است. دوم بسیاری آیات قرآن کریم که از درباره حقوق توحید است که حقوق توحید اطاعت از اوامر الله و نهی و اجتناب از چیزایی که نهی شده. سومش که از لوازم توحید یعنی الولاء والبراء که دوستی با امر دوستای خدا شهدا و صالحین و برایش کسا با دشمنی با دشمنای خدا که مثلا یهود و نصارا و غیره. جزاک الله خیر. این سکن از هر همگی اون مثلا اگر خرد بود جوان بود کلان بود ریش سفید بود به حساب کلگی فهمیدم. چهارمیش که هست الرابع القرآن كله في التوحيد. اولا القرآن كثير من الآيات القرآنية تشرح أقسام التوحيد. ثانيا حقوق التوحيد. ثالثا لوازم التوحيد. ورابعا صفات الموحدين. بسیاری از آیات قرآن عظیم شان صفات موحدین بیان میکنه، صفات اهل توحید بیان میکنه. مثلا بیان میکنه که موحدین چی صفات دارن. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این صفات موحدین هست. الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. این صفات کی هست؟ از موحدین است. بسیار آیات قرآن صفات موحدین بیان میکنن. پنجمی قسمش بسیاری از آیات قرآن است که قصص الموحدین تشرح قصص الموحدین. بسیاری از آیات قرآن است. چهارمیش که صفات موحدین بیان میکنه. پنجمش قصه های موحدین. كثير من الآيات القرآنية تشرح صفات الموحدين. وخامسا هناك آيات أخرى تبين أو تشرح قصص الموحدين. فارسی بسیاری از آیات قرآن است که صفات انسانهای موحد در قرآن عظیم شان بیان میکنه که کسانی که موحد هستن چی صفات دارن. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دیر آیتونه دی قرآن دی چه د موحدین و صفات بیانه.
ده موحدين و صفات سنگه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در سپاره 18 قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در سپاره اول الذين يؤمنون بالغيب، اول سپاره کی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خامسا پنجم كثير من الآيات القرآنية تشرح أو تبين قصص الموحدين، قصص الموحدين مثل قصة آدم عليه السلام، قصص النبيين وقصص الصديقين وقصص الشهداء وقصص الصالحين. بسیاری از آیات قرآن هستند که قصه های موحدین بیان میکنه. انسان های موحد بر ما زندگیشان از زندگی نامشان تشریح میکنن که اگر تو موحد حقیقی هستی باید این تو زندگی داشته باشی. متوجه هستین چی سختی ها سرشان آمد، چی خوبی ها سرشان آمد، اینیا کلش در قرآن عظیمشان بیان میشه. پنځمه په قرآن عظیمشان کې ډیر آیاتونه دي چې د موحدینو قصې بیانوي. موحدین څه رقم خلکو لکه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، د آدم علیه السلام، د نوح علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام، د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، همدارنګه د اصحابو د بعضو نور مسلمانانو د دې قصې په قرآن کې بیانوي چې دا د موحدین قصې دي. یعنی ډیر آیاتونه د قرآن په چی شي کې دي؟ د موحدینو په قصو دا موږ ته تشریح کوي او بیانوي. ششم بعضی از آیات دیگه قرآن که هستن اینا كثير من الآيات القرآنية تبين جزاء الموحدين، جزاء الموحدين في الدنيا بسیاری از آیات قرآن است که جزا و پاداش موحدین در دنیا بیان میکنه. فلانی موحد در دنیا چی پاداش گرفت. ایره بسیاری از آیات قرآن جزا و پاداش موحدین بیان میکنه. جزای موحدین یا پاداش موحدین بیان میکنه. مثل چی بیان میکنه جزای موحدین در دنیا؟ مثلا بر ما آیات قرآن است که بیان میکنه مثلا اصحاب بدر، در بدر چه قسم چند هزار ملائکه آمدن امرای از اینا کمک کردن. در دنیا نصرت برشان موسی علیه السلام چه قسم الله از فرعون نجات داد. نوح علیه السلام چه قسم الله در کشتی از شر این ظالمان نجات داد. جزای موحدین و پاداش موحدین در دنیا. دیر دو قرآن آیاتونه دی شپږم چې د موحدینو پاداش او یاد دوی جزا یاد دوی ښه نتایج په دنیا کې بیانوي. لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څرنګه مثلا 15000 ملائکه له اسمان نه راغلل په بدر کې او د مسلمانانو دفاع وکړ. نوح علیه السلام څرنګه د دې نتیجه څه سو؟ يعني جزاء الموحدين في الدنيا أو نتائج التوحيد في الدنيا. جزاء الموحدين يا نتائج التوحيد في الدنيا. أفتم قسم آيات القرآن وهم قسم آيات القرآن القسم السابع نتائج التوحيد في الآخرة. نتائج التوحيد في الآخرة. بسیاری از آیات قرآن است که نتایج توحید در آخرت بیان میکنه. كثير من الآيات القرآنية تشرح نتائج التوحيد في الآخرة. لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. کدام جوی ها هست در آخرت؟ یعنی پاداش و نتایج توحید در آخرت چی هست؟ پاداش موحدین در چی هست؟ بسیاری آیات قرآن ایره بیان میکنه. پس اینی 7 قسم این علما وقتی که گفتن ما شما که سر تخت آمدین برشان میگن که بسیاری از علما میگن که القرآن کله فی التوحید. قرآن کلش درباره توحید است. چی دلیل داری که کل قرآن در توحید است؟ میگه بسیاری از آیات قرآن اقسام توحید بیان میکنه.
بسیاری از آیات قرآن حقوق توحید بیان میکنه، دیگه آیات قرآن لوازم توحید بیان میکنه، دیگه آیات قرآن صفات موحدین بیان میکنه، دیگر آیات هستند که قصص موحدین بیان میکنه. بعضی آیات قرآنی است که نتایج توحید در دنیا بیان میکنه و بعضی هم نتایج توحید در آخرت بیان میکنه. این کل قرآن درباره چی میشه؟ درباره توحید میشه. کی میتونه حالا بر ما بگه؟ بفرمایید. خب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروز ما درباره قرآن شناسی بود و نظریات بزرگ علمای اسلام که از جمله علامه ابن قیم جوزی رحمه الله و همچنان علامه ابن ابی حنفی رحمه الله که درباره قرآن شناسی نظریه دادن، نظر دادن و نظرات بسیار مفید و ارزشمنده. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که قرآن کلش درباره توحید است. قرآن که نازل شده تمام مباحثش درباره توحید است و دلایلی که ما به خاطر از که گفته داریم که کل قرآن درباره توحید است چی است؟ این که بعضی از آیات قرآن اقسام توحید بیان میکنه که اقسام توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات در قرآن بیان شده، همین سه اقسام است. و بعضی از آیات قرآن حقوق توحید بیان میکنه که توحید بالای مسلمان ها چه حقوقی داره که اطاعت از اوامر الله و اجتناب از نواهی الله تعالی است. این از جمله حقوق توحید است. و دیگه آیات قرآن کریم لوازم توحید بیان میکنه که لوازم توحید یا فرائض توحید بالای یک مسلمان چی است که الله و البراء، از دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنان الله تعالی است. این از جمله لوازم توحید است. و بعضی از آیات قرآن کریم صفات موحدین بیان میکنه که از آدم گرفته و تا خاتم محمد صلی الله علیه وسلم و اصحاب رسول الله و دیگه صدیقین و شهدا و صالحین. و همچنان دیگر آیات قرآن کریم قصص الموحدین بیان میکنه که در قرآن کریم ما قصه های از آدم علیه السلام شروع و تا محمد صلی الله علیه وسلم ختم از انبیا علیه السلام قصه هایشان است و از صدیقین است و از شهدا و صالحین است که در قرآن بیان شده. و دیگر آیات قرآن کریم جزای موحدین در دنیا یا پاداش موحدین که در دنیا چه پاداشی دارن موحدین بیان میکنه. و دیگر آیات قرآن کریم نتایج موحدین یا بدله و پاداش موحدین در آخرت بیان میکنه که چه پاداشی الله متعال بر اینا در نظر دارد در آخرت. دیگه چی به علاقه کم اسلاید رو بالا کنیم. اساسا کوشش کنیم که در درس شریک شیم، باز ما علاقه‌مند بشیم، براتون آمادگی میکنیم. اگر نه باز ناقیم یکی استاد است یکی استاد، باز ناقی استاد میشیم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز درباره قرآن شناسی خواندیم که در این مورد دو دانشمند بزرگ که علامه ابن قیم جوزی و علامه ابن العز حنفی میگویند که علامه ابن ابی العز حنفی میگن که القرآن كله فی التوحید، یعنی قرآن کلش که از درباره توحید است. و بسیاری از آیات قرآن اقسام توحید بیان میکنه که اقسام توحید یکیش توحید ربوبیت است، دیگهش توحید الوهیت، دیگهش توحید اسما و صفات است. و دومش بسیاری از آیات قرآن کریم حقوق توحید بیان میکنند که حقوق توحید اطاعت اوامر الله و اجتناب نواهی، اطاعت کردن از امر الهی و اجتناب کردن از نواهی، مثل اطاعت کردن از امر الله اقیم الصلاة و آت الزکات، و اجتناب نواهی مثل اجتناب کردن از نوشیدن شراب. و سومش لوازم توحید است که لوازم توحید الولا و البرا است. الولا دوستی کردن با دوستای الله و البرا و دشمنی کردن با دشمنای الله. و چهارمش صفات موحدین است که الله صفات موحدین در قرآن بیان میکنه. و دیگه قصص الموحدین است که قصه های موحدین بیان میکنه مثل انبیاء علیهم السلام. دیگه جزای موحدین در دنیا، پاداش موحدین در دنیا چی است؟ دیگه نتایج توحید در دنیا. دیگهش نتایج توحید فی الاخره، نتایج توحید در آخرت یعنی چی پاداش داره. خب چی است که برای ما اینمی کلش این قسمی بیای بگویم و طریق هر کس گفته میتونه. اینا اول نفر معلوم میشن. چند نفر اول نفر دارید؟ اور برادر
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه استاد محترم، درس امروز ما و شما راجع به عقیده بود که علامه ابن قیم جوزی رحمه الله از جمله علمای بزرگ و علامه ابن ابوالعز الحنفی رحمه الله که درباره از میفرمایند القرآن کله فی التوحید، تمام قرآن در مورد توحید است، در مورد یکتاپرستی خداوند است. اما نکته اول که قرآن، بسیاری از آیات قرآن اقسام توحید بیان میکنه. ما و شما خوندیم که 3 نوع توحید داریم: توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. و دومین بعضی از آیات قرآن کریم حقوق توحید بیان میکنه که قرآن کریم توحید بالای ما و شما چی حقوقی دارد؟ اطاعت عن اوامر الله و اجتناب عن النواهی، یعنی اطاعت کردن از اوامر الله متعال، آنچه که الله متعال ما و شما را امر کردن، نماز بخوانین و زکات بدهین، و همچنان نواهی از اوامر الله متعال، اجتناب از نواهی الله متعال. از چه چیز ما و شما را منع کرده؟ فرموده انما الخمر والمیسیر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. در مورد شراب، شما از شراب، از قمار، از این چیزا اجتناب کنید. و همچنان سومین نکتهش در مورد لوازم توحید. چی لازمه دارد توحید؟ دوستی کردن با دوستهای الله متعال و دشمنی کردن الولا و البرا. دوستی کردن با دوستهای الله متعال یعنی با پیامبرا، با کسایی که پیامبرا را دوست داره، و همچنان دشمنی کردن با اشخاصی که پیامبر و همچنان دین پیامبر را منع میکنن. و همچنان نکته بعدی صفات الموحدین: و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و نکته بعدی قصص الموحدین. صفات موحدین چی صفات دارن؟ اصحاب کف انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدى. و همچنان در مورد نکته بعدی نتایج صفات موحدین در دنیا. اصحاب بدر خداوند در دنیا چقدر کمک کرد، و همچنان نتایج در آخرت لهم جنات تجری من تحتها الانهار و ما علینا الا البلاغ. جزاک الله خیر. این میگن اول نمره به این تا اول نمره باشه که لازم یاد خود میگفته میره، آخر نمره رو باز کلای کار خدا پات میگیره. از روز اول میشناسیشه، من میشناسم آخر نمره کلی تا پات بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن درس چې و د قرآن پیژندګلوۍ په اړه و. د قرآن د پیژندګلوۍ په اړه دوه علما چې هغه د صدر الاسلام علما دي، یو چې د علامه ابن القیم الجوزی رحمت الله علیه، او بل چې د علامه ابن ابي العز الحنفي رحمت الله علیه، دا خپل نظر ورکوي او موږ ته قرآن کریم داسې تعریفوي. بسم الله الرحمن الرحیم دا چې وایي القرآن كله في التوحید. قرآن کریم چې دی دا ټول د توحید په اړه دی، ټول آیتونه د توحید په اړه دي، ټول آیتونه تشریکوي توحید. اول دلیل چې دوی راوړي، اول چې دی هغه چې د قرآن کریم زیاتره آیتونه چې دي هغه اقسام التوحید تشریکوي. اقسام التوحید، اقسام توحید یعنی د توحید ډولونه. توحید په 3 ډوله دی چې هغه یو ربوبیت دی، الوهیت دی، او بل چې دی اسماء او صفات. اقسام التوحید نه وروسته دوهم دلیل چې دوی راوړي هغه د حقوق التوحید دی. حقوق التوحید چې څه دی؟ حقوق التوحید اطاعت اوامر الله والاجتناب عن النواهی. د توحید حقوق یعنی اطاعت کول دي د الله جل جلاله، الله جل جلاله د امرونو نه. لکه الله جل جلاله امر کوي په قرآن کریم کې چې تاسو لمونځ وکړئ، زکات ورکړئ، والاجتناب عن النواهی، او هغه امر کوي چې تاسو د نواهیو نه ځان وساتئ او هغه مه کوئ لکه چې وایي چې تاسو قمار او شراب او دا مه خورئ. او دریم چې دی هغه دریم دلیل چې دوی بیانوي لوازم التوحید دی. لوازم التوحید بیا لوازم التوحید دا دی چې الولاء والبراء، د الله د دوستانو سره تاسو دوستي وکړئ او د الله د دشمنانو سره تاسو دشمني وکړئ. څلورم چې دی دلیل چې دوی راوړي هغه صفات الموحدین دي. صفات الموحدین یا د موحدین څه ځانګړتیاوې لري لکه انبیاء علیه السلام او داسې نور صفات الموحدین. او پنځم زیاتره آیتونه د قرآن کریم چې دي هغه صفات قصص الموحدین دي، یعنی د موحدینو په اړه، د موحدینو د ژوند په اړه په هغې کې قصص کیسې راغلي، لکه د انبیاء علیه السلام کیسې، د یوسف علیه السلام کیسې، د موسی علیه السلام کیسې او داسې نورې، او د نورو موحدینو خلکو. او اووم چې شپږم چې دی
نتائج التوحید فی الدنیا ده نتائج التوحید فی الدنیا ده مثلا د اصحاب بدر سره الله جل جلاله 15000 ملائکه د دوی د مرستې لپاره راولېږي. همدارنګه د یوسف علیه السلام سره مرسته وکړه او موسی علیه السلام د فرعون له شر څخه وساتي او همداسې نور. او بل چې دی هغه نتائج التوحید یا جزاء التوحید فی الاخره، په آخرت کې د دوی لپاره څه تیار شوي دي، د دوی نتایج او ثمره او جزاء لکه جنت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت په اړه فرمایي اعددت لعبادی الصالحین ما لا اعین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ایما د صالحین بندگانو لپاره داسې جنت تیار کړی چې اعددت لعبادی ما لا اعین رأت، چې نه کوم سترګو لیدلی، ولا اذن سمعت او نه کوم غوږونو د هغه په اړه څه اورېدلي، ولا خطر على قلب البشر او نه د بشر په زړونو کې د هغه تخیل او جزاک الله خیر. شاباش، آفرین، بارک الله خیر. اینا که میتونم این درس امروز در این دقیقه متوجه کنه شاید تو تأسیس بگه کی سر حافظه خود اولنده قوی کار داره بود که در این دقیقه تا داده هر کس گفتم میتونم کنن کس که تأسیس بگه بر از بگه خلاص کل خلاصش هم تو تأسیس بگه نیم دقیقه ساعت مسائل بکنم. خلاص کل درس ما اینمی بوده که ما خوبتر که اگر اسلام و قرآن بفهمیم باید با رو ببریم که اونا یکی از قایدار را یکی از علمای سلف صالح بر ما پیش کرده که گفته که القرآن كله فی التوحید، یعنی همگی قرآن یعنی اکثر از آیات قرآن در مورد توحید می باشه که توحید بعضی از آیاتی از قرآن شریف در مورد اقسام از توحید است، بعضیش از حقوق توحید است، بعضیش از در مورد لوازم توحید است و بعضیش در مورد قصص و صفات موحدین است و بعضیش در مورد نتایج دنیوی و اخرویش میباشد. جزاک الله. دیگه که میتونم ما خوب تیز از یاد کرده تیزتر بخوری. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما درباره قرآن شناسی. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله درباره قرآن شناسی میگن که القرآن كله في التوحید. لماذا؟ كثير من الآيات القرآن الكريم تشرح أقسام التوحيد، وكثير من الآيات القرآن الكريم تشرح حقوق التوحيد، وكثير من الآيات القرآن الكريم تشرح لوازم التوحيد، وكثير من الآيات القرآن الكريم تشرح صفات الموحدين، وكثير من الآيات القرآن الكريم تشرح قصص الموحدين، وكثير من الآيات القرآن الكريم تشرح جزاء الموحدين في الدنيا، وكثير من الآيات القرآن الكريم تشرح جزاء الموحدين في الآخرة. بارك الله فيك. دیگه کی میتونه برام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. دموږ درس خو توحید مبارک او توحید مبارک د سلف صالح اقوال. اول عبدالعزیز حنفی رحمه الله و امام ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایی القرآن كله في التوحید. به نظر دو قول نقطه توحید تشکیل توحید اول اقسام توحید توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات دی او بیا لوازم توحیدش په لوازم توحید کې صفات هغه دي یعنی نواهی او اوامر اطاعت الله دي او نواهی دي او بیا په لوازم توحید چې ولا براد دوستی او دښمنی یا المعادات یا الموالات فی الله او بیا په راځو په څلورم بخش کې فرمایي دي چې یعنی صفات الموحدین چې هغه انبیا دي صدیقین دي شهدا دي قرآن کې صراحتا واضح شوی دی او پنځم بیا په قصص الموحدین د چې قصې د انبیاء دي مثلا د احد د غزوې او د احادیث قرآن کې دواړه هغه شوي دي تشریح شوي دي. شپږم چې دي جزا د موحدینو په دنیا کې ده چې په دنیا کې څه جزا ده یعنی کومه ثمره ده ورته او اووم په دنیا په آخرت کې څه جزا یعنی څه پاداش ده. السلام علیکم. خب درس ما شما و ختم میرسد آخرین قسمتش به خاطر بعضی مستقل با وقت آمده باشن و بعضی ها نوشته نکرده باشن. من خلاصه درس براتون بگم کس نوشته نکرده یا نفهمیده پیشش کدام مشکل باشه آخری خلاصه درس است و درس آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع درس امروزی ما قرآن شناسی علمای اسلام است. دو تن از علمای بزرگوار اسلام
یکیش علامه ابن قیم جوزی رحمه الله است و دیگهش علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه است که شارح کتاب عقیده طحاویه است. بسیار کتاب خوب داره، اینو باید بخونیم. شرح عقیده طحاویه از علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه است. این دو عالم بزرگوار در مورد قرآن مشان در شما یک قسم فهم رو بیان کردن، قرآن شناسی رو بیان کردن که القرآن کله بالتوحید، تمام قرآن از مشان درباره توحید است. خب حالا از اینا سوال میشه که چی دلیل داره که کل قرآن درباره توحید است؟ شما بیان کنید. اونا گفتن این دلیل ما به خاطر از اینه که کل قرآن در توحید است که اول بسیاری از آیات قرآن است که اقسام توحید را بیان میکنه. ما بسیار آیات داریم که توحید ربوبیت را بیان میکنن. الحمدلله رب العالمین، الله رب العالمین است، ربوبیت است. بسیاری آیات قرآن است که الوهیت الله را بیان میکنه. و فعلم انه لا اله الا الله، الوهیت است. بسیاری از آیات قرآن است که اسماء و صفات الله را بیان میکنه. آیت کرسی 12 صفات الله را بیان میکنه. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخره. دوم، بسیاری از آیات قرآن درباره حقوق توحید است. حق توحید چی است؟ اوامر الله اطاعت شود و نواهی الله اجتناب شود. اوامر الله بسیار زیاد است. الایمان بدع و سبعون شعبه. رسول الله صلی الله علیه و آله که در آخر در یک شعبه ایمان مصروف نسازید. شیطان براتون وسوسه میکنه، یک بخش که گرفتی باز میگه که تو بسیار خوب آدم شدی. نه، ایمان 70 چند شعبه داره. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. پس اوامر الله چی است؟ اوامر الله است که اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتب علیکم القتال و هو کره لکم. این میگه. و نواهی الله چی است؟ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام لا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نواهی الله چی است؟ حرمت علیکم امهاتکم. نواهی الله چی است؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. این حقوق توحید است. سومش لوازم توحید است. لوازم توحید چی است؟ دوستی با دوستای الله است. دوستای الله نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله، این تمام از اینا دوستای الله هست. ما دوستای الله را دوست داریم و باید دوست داشته باشیم. و دشمنی با دشمنای الله هست. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. مؤمنا یهود و نصارا را دوستایتان نگیرین. پس لوازم توحید چی است؟ دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. خب چهارمیش صفات موحدین است. قرآن عظیم شان بسیار آیاتش برای ما صفات موحدین تشریح میکنه تا ما بشناسیم که یک موحد چی صفات می داشته باشه. از جمله صفات موحدین چی است؟ یکی از صفات موحدین مثلا در سوره بقره الله متعال میگه که ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. اول متقیان موحدین کی هستند؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در سپاره اجرا مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این باز درسای ما شما در جریان می. بعد از او چهارمی چی هست؟ بسیاری از آیات قرآن قصه های موحدین بیان میکنن. صفات شک شناختن باز میگن ببینن که چند موحده. تو میخوای موحد باشی یا ولا مثل کی واره باش؟ مثل ابراهیم علیه السلام واره باش. ها؟ لقد كان لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. مثل نوح علیه السلام واره باش. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. موحد می باشی مثل کی باره باش؟ مثل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. این قصص موحدین است. بعد از این نتایج توحید در قرآن بیان میکنه که اگر تو موحد باشی در دنیا نصرت الله امرای تو می باشه. همین قسم که موسی علیه السلام از فرعون نجات داد، هر عصر یک فرعون خدا داره، تو هم از فرعونش نجات میده. همین قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ابو جهل نجات داد. ابو جهل در زیر قدم های عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اما تو جغلک شد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بسیار لاغر بود، پایای بسیار نازک داشت. یک وقت سر درخت بالا شده بود، مردم خنده کردن، گفتن سکوی او پای ازی چقدر خورترک است. رسول الله هم گفت پای ازی در ترازوی میزان گرنگ است. متوجه هستین که بسیار ارزش داره. باز عبدالله ابن مسعود که می ابو جهل مردار کرد، می سر سینه‌اش چوکی وارد 6 تا متر قرار یک قسمی خود انداخت. ابو جهل میشه خوب چوکی برات پیدا کردی. گفت چوکی الله هست برات داده. اجازه موحدین از در کجا؟ در دنیا نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام. ابراهیم علیه السلام در آتش نجات داد، موسی علیه السلام در آب نجات داد. متوجه هستین؟ دیگه این پاداش موحدین در دنیا هست و بسیاری دیگه آیات قرآن پاداش موحدین در کجا بیان میکنه؟ در آخرت بیان میکنه. جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. همیشه در جنت میباشه. الله متعال ما و شما را در جمله موحدین در دنیا ما را موحد حقیقی بسازه و در آخرت هم در جمله نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین با سایر موحدین حشر بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.